کل جوامع عربی از ایران میخوان که جزایر سگانه رو به امارات بده. الان نماینده ایران در این سمینار بین‌المللی حضور داره. جناب صحبتی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. و به اذن خداوند شروع میکنیم. من اینجاشو نمیتونم ترجمه کنم. تمامی اتحادیه اروپا به همراه این شیخ‌هایی که اینجا نشستن، حبیبی مادر دارم واسه همشون گول میخورن. والا به قرآن بابا خدمتش صورت بابا بزرگ من از کشور اینا بیشتره. وقتی اینا میخوام واسه من تعیین تکلیف بکنن، بیا بابا اینا چیه میگی؟ جلسه رسمیه. نه رسمی نمیشناسم، میزنم در همتون